شما میتونید به توتی این آموزش رو بدید که وقتی که بهش میگید بره داخل قفسش به حرفتون گوش بده و این کار رو انجام بده. تو این پست میخواستم آموزش اینو بدم که وقتی که به توتیتون فرمانی رو بدید اجرا بکنه. توتی ها توانایی یادگیری و آموزش دارن و شما باید بتونید اول اینکه رفتارشناسی بکنید، بدونید که پرنده‌تون توی چه تایمی و در چه لحظه‌ای بیشتر داره به شما توجه میکنه. تو اون زمان میتونید که با پرنده‌تون کار بکنید و آموزش بهش بدید. تو این آموزش میخواستیم که فسر بهش یاد دادم و باهاش تمرین کردم که وقتی که بهش میگم که فسر برو داخل قفس، فسر بره داخل قفسش. این کار بچه‌ها خیلی باید شما حوصله بذارید و زمان میبره، ولی خلاصه باز میتونید که بهش یاد بدید. پرنده ما فسره که اون بالا رو قفس نشسته، قفس پایینی قفس خودشه. بعد اینکه بهش بگم که فسر برو داخل قفس، فسر باید فرمان اجرا بکنه و داخل قفس بره. فسر برو دو قفس. منم اینجا وای میسم که ببینید. برو دو قفس. فسر برو دو قفس. برو دو قفس. برو دو قفس. فسر برو دو قفس. این تمرین اینجوریه که شما هر بار که پرنده رو گرفتید دستتون و میخواید بذارید داخل قفس، زمانی که دستتون دارید و سرش رو آروم آروم ماساژ میدید، مدام هی تکرار کنید. فسر یا اسم پرنده‌تون رو بگید که بعد بذارش داخل قفس. مدام به نزدیکی بهش تکرار کنید این کلمه رو. اسم پرنده‌تون رو بگید و پرنده رو به داخل قفس بذارید. زمانی که قفس رو داره میبندین همچنان اون کلمه رو تکرار بکنید و اینکه با همین راه حل میتونید شما به پرنده‌تون یاد بدید که وقتی بهش میگید که برو تو قفس، بدون قفس چیه و برو تو یعنی چی و اون کارو انجام بده. امیدوارم این پست مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ممنون میشم که نظرات قشنگتون رو کامنت کنید.